سلام دوستان فوتبالی. امروز میخوایم درباره قرعه کشی داغ لیگ قهرمانان اروپای 2025-2026 صحبت کنیم. فرمت مسابقه تغییر کرده، هیجان‌ها بیشتر شده و رقابت‌ها از همون روز اول فوق‌العاده است. آماده اید؟ بریم سراغش. فرمت جدید از فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا تغییر بزرگی داشته. دیگه خبری از گروه‌بندی‌های سنتی نیست. حالا 36 تیم توی یک جدول قرار میگیرن و هر تیم 8 بازی مقابل حریف‌های مختلف انجام میده. این یعنی از همون ابتدا شاهد دیدارهای بزرگ خواهیم بود. بازی‌های بزرگ و قرعه‌های داغ. پاریس سن ژرمن قهرمان فصل قبل باید با بایر مونیخ و بارسلونا روبرو بشه. رئال مادرید هم در مسیر فوق‌العاده چالش برانگیز قرار گرفته و باید با منچستر سیتی و لیورپول بازی کنه. بازی‌هایی که همه منتظرشن. لیورپول هم خودش مسیر آسونی نداره. اینتر، اتلتیکو مادرید و فرانکفورت حریفای اونا هستن. آرسنال به یکی از سخت‌ترین قرعه‌ها خورده. بایر مونیخ، اینتر و اتلتیکو. واقعا قرعه سنگین برای توپچی‌ها. چلسی هم باید با بارسلونا، بایرن و ناپولی روبرو بشه. ترکیبی از تجربه و قدرت. تاتنهام هم باید با پاریس سن ژرمن دیدار کنه و نیوکاسل هم با بارسلونا، پی اس جی و بنفیکا همگروه شده. یعنی واقعا گروه مرگ. تحلیل کوتاه. با توجه به این قرعه ها بعضی تیم ها مثل پی اس جی و رئال مسیر خیلی سختی دارن، اما از طرفی این فرمت جدید باعث شده از همون روز اول شاهد دیدارهای کلاسیک و مهیج باشیم. به نظر میرسه هیچ تیمی کار راحتی نداره و همین موضوع جذابیت رقابت‌ها رو چند برابر کرده. خب اینم از مرور سریع قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپای 2025-2026. حالا نوبت شماست. فکر می‌کنید تیم محبوبتون توی این قرعه چه شانسی برای صعود و قهرمانی داره؟ نظرتون رو حتما توی کامنت‌ها بنویسید، لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. مرسی که همراه بودید.